قرائت شاهاثر علامه باباجان غفورов تاجیکان. تاریخ قدیم عصر میانه و دوره نو. گفتار 110. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صفحه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. تاجیکان در دوره بررسی همراه شدنی آسیای میانه و ترقیات مناسبت‌های کپیتالیستی در این سرزمین. این مغلوبیت قشون‌های پادشاهی که در تمام جنگ‌های آسیای میانه از همه جدی‌ترین به شمار می‌رفت، در پترزبورگ و تیفلیس نارضایتی سخت به میان آورد. وضعیت ماورای کاسپی مدتی دراز در مشورت‌های شعبه مخصوصی وزارت حربی مورد تحقیق قرار گرفت. به وظیفه فرمانده قشون‌های در آن سوی کاسپی بوده حکومت پادشاهی سکابلیف که در جنگ سالهای 1877 1878 واقع گردیده روس‌ها و ترک‌ها نام برآورده بود تعیین کرده شد. او برای ضبط نمودن کوکتیپه با جد و جهد تمام تیاری دید. 12 ینوری سال 1881 پس از جنگ سخت 3 روزه قلعه دنگلی تیپه به تسلیم مجبور گردید و قشون‌های پادشاهی کوکتیپه را اشغال نموده پس از یک هفته دیگر 18 ینوری سال 1881 به کلانترین محل اقامت تیگین‌ها اشخاباد داخل شدند. در ماه می همان سال شعبه حربی ماورای کاسپی به ولایت ماورای کاسپی تبدیل داده شد. مغلوبیت قوی‌ترین طایفه ترکمن تیگین‌ها به دیگر طایفه های این سرزمین تأثیر جدی رسانید. در نتیجه گفت و شنیدهای طولانی و خیلی مشکلی بین عملداران حکومت پادشاهی و سرداران قبیله های ترکمنی وکیل، سیچمس، بیک و باهی 1 ینوری سال 1884 در واحه مرو پی مصلحت جمع آمدی کهنسالان این قبیله ها برپا گردید که در آن تقریباً 1000 کس اشتراک نمود. مصلحت در سر اختیاراً بررسی همراه شدن قرار گرفت. نمایندگان اهالی واحه همسایه ایالتن نیز خلاصه این مصلحت را پذیرفتند. ماه مارس سال 1884 اهالی این ناحیه ها به هیئت امپریای روسیه داخل شدند. این طریقه صورت گرفتن واقعه موافق طبع بریتانیای کبیر نبود. به این سبب وی وضعیت را مرکب کردنی شده با بهانه معین کردن سرحد افغانستان سعی نمود که در میان روس‌ها و افغان‌ها اختلاف به وجود آورد. این تا اندازه به وی میسر گردید. حکومت افغانستان به واحه ترکمن نشین پندین دعوا نموده با راهنمایی مربیان و مشاوران انگلیس به منطقه مورد بحث قشون درآورد. در ماه مارس سال 1885 اسکران روس تحت فرماندهی سردار ولایت ماورای کاسپی کمروف قشون افغان را از این منطقه زده دور کردند. مورد توجه است که لنین این حادثه را نه همچون اختلاف بین روس‌ها و افغان‌ها بلکه همچون شدت رقابت امپریای بریتانیا و روسیه بررسی نموده است. چنان که میگوید روسیه از برای تقسیم کردن غنیمت‌های آسیای میانه با انگلیا قریب به جنگ در آمده بود. هرچی هم باشد در جریان مذاکرات سال 1887
انجام یافته بین این دو دولت مرزهای شمال غربی افغانستان و همچنین حدود ملک‌های در این قسمت آسیای میانه واقع گردیده حکومت پادشاهی معین کرده شدند. تاجیکان در دوره بررسی همراه شدن آسیای میانه و ترقیات مناسبت‌های کپیتالیستی در این سرزمین. مسئله پامیر و حل آن. آخرین معمای رقابت بین انگلیا و روسیه در عصر 19 که در وهله اول باید حل می شد مسئله پامیر بود. کوهستان بزرگ پامیر به دو قسمت اساسی جدا می شد. یکی پامیر غربی که ملک‌های تاجک نشینی و خان، شغنان و روشان را در بر می گرفت و دیگری پامیر شرقی که طایفه های کوچی قرقیز سکونت داشتند. هرچند پس از تأسیس ولایت فرغانه 1876 دقت اساسی حکومت پادشاهی به کار ترکمنستان روانه گردیده بود، به هر حال از ناحیه پامیر هم صرف نظر کردن نمیخواست. هم اکسپدیسیه سکوبیلیف به وادی آلای و هم توجه مخصوصی محافل دولتی و علمی روسیه به این سرزمین این ادعا را ثابت می نمایند. ولی موقتاً از اقدام عملی مستحکم کردن موقع خود در پامیر دست کشیدن حکومت پتربورگ عاقبت‌های غیر چشم داشت آورد. امیر افغانستان عبدالرحمن خان با تحریک امپریای بریتانیا که پس از جنگ سالهای 1878-1880 با افغانستان حامی سیاست خارجی این دولت گردیده بود، در سال 1883 به ملک‌های پامیر غربی لشکر کشیده و خان، شغنان و روشان را اشغال کرد و در این جایها نظام بیرحمانه قتل عام را جاری نمود. در عین همین وقت و باز هم با تحریک انگلیس ها خیتای تسینی قشون سرحدی خود را به سوی پامیر شرقی حرکت داد. حکومت پادشاهی روسیه به مقابل این رفتار دولت‌های همسایه که در ابتدای سالهای 80 به وقوع می آمد به طور قطعی اعتراض بیان نمود، لیکن به جدا کردن قوه از قشون‌های بی این هم کمشماری در آسیای میانه خصوصا در ترکمنستان عمل کننده خود امکان نداشت. اعتراضهای دیپلماتی باشند هیچ نتیجه نبخشیدند. در این بین وضعیت در پامیر غربی تا رفت آشفته می شد. اهالی تاجیک بر ضد غاصبان سر برداشته، در صورتی که حاکمان محلی شاه علی مردان در وخان و یوسف علی خان در شغنان از طرف عبدالرحمن خان معزول گردیده بودند، با قطعیتی تمام به دسته های افغان مقاومت می کردند. قسم زیادی وخانی ها دیار خود را ترک کرده به ترکستان شرقی کوچیدنی شدند. تیر ماه سال 1883 در شغنان شورش به عمل آمد. اشتراکچیان آن چندی از خراج ستانندگان افغان را که وحشیگری و بیرحمی را به اوج رسانیده بودند قتل کرده خود به طرف روشان فرار نمودند. از ملک‌های پامیر غربی به ترکستان چند هیئت نمایندگی تاجیکان آمده به حکومتداران روس حجت‌های امضا کرده اهالی این محل‌ها را سپردند که در آنها به تابعیت روسیه قبول کردن وخان و شغنان و روشان خواهش کرده میشد. این قبیل حجت‌ها در ذخیره‌های ارشیو گنرال گوبرناتوری ترکستان کم نیستند. اما حکومت پادشاهی به سبب آنکه در این وقت مناسبت‌های انگلیا و روسیه خیلی تیز و تند گردیده بودند، بجز بعضی چاره‌های دیپلماتی
یگان اقدامی جدی در این بابت ظاهر ننمود. شورش تاجیکان شغنان امیر افغانستان را مجبور کرد که بعضی تدبیرها را به کار برد. او به نزد شورشیان قاصد فرستاده صلح افتخاری پیشنهاد کرد و برای جاری نمودن خودمختاری ضمانت داد. از جمله به وظیفه حاکم شغنان یکی از نمایندگان خاندان حکمرانان محلی محمد اکبرشاه را تعیین نمود. در همان شرایط تاجیکان غیر از قبول این شرطها علاج دیگر نداشتند. غاصبان همانا بیدادگری می کردند. این بود که باز به فرغانه، سپس به تاشکند و پتربورگ نامه‌های پر از شکایت تاجیکان پامیر فرو ریختند. در این نامه‌ها مردمی ستم دیده از ظلم و تعدی غاصبان شکوه‌ها کرده عرض می نمودند که آنها همه را به نهایت قشاقی و خانه ویرانی می رسانند. آدمان بیگناه را می کشند، زنان را می ربایند، دختران را تجاوز می کنند، مال و اموال را زورا می گیرند، اندازهای مفلس کننده می ستانند، بچگان را به غلامی می برند که دیگر بر نمی گردند و یا فقط دختران بدنام شده به نزد والدین خانه خراب گردیده اشان پس می آیند. مداخله مسلحانه افغانستان و خیتای به پامیر تقریباً 10 سال 1883 1893 دوام نمود. در ظرف تمام این سالها تاجیکان در راه حفظ استقلالیت و حیثیت ملی خود با قطعیت مبارزه می بردند. در آخر سالهای 80 و ابتدای سالهای 90 عملیات جاسوسان انگلیس در پامیر و محلهای همسایه آن خیلی وسعت یافت. آنها هم یک نفری و هم چون دسته حربی به این ناحیه ها سر در آورده کوتلها را می سنجیدند و راه می کشادند. سال 1891 انگلیا ولایت کوهستانی در نزدیکی پامیر واقع گردیده کامچوت را که با آن ملک‌های خونزه و نهار داخل می شدند ضبط نمود. اکنون نیت وی در بابت کاملا به تصرف امپریای بریتانیا در آوردن پامیر به ظهور می آمد. این به همان اوضاعی که در نتیجه کوشش‌های لندن برای تحت نفوذ و حکمرانی خود قرار دادن ترکمنستان در غرب آسیای میانه رخ داده بود شباهت داشت. اما چون استیلاکاران افغانستان و خیتای با تحریک انگلیا بر وقت زمینهای تاجیک و قرقیزنشین پامیر را اشغال کرده بودند، در اینجا وضعیت نسبتاً مرکب تر گردید. حکومت پادشاهی چنین وضعیت را به اعتبار گرفته در اول سالهای 90 با عملیات جدی‌تر شروع نمود. در ماه ایولی سال 1891 دسته نه آنقدر کلان 120 نفره کزک‌ها و اسکران با سرداری پلکاونیک ایانوف به سفر اکتشافی پامیر فرستاده شد. ایانوف راه خود را از کوتل قزل ارد سر کرده به ساحل‌های رنگکول و قرکول سیر نمود و تا کوتل بیک رسید. او در همه جا به مردم اعلان می کرد که این محل‌ها در تابعیت روسیه می باشند. گنرال گوبرناتور ترکستان وریفسکی برای تاکید نمودن اهمیت سیاسی یورش ایانوف با تعداد زیاد ملازمانش به وادی‌های فرغانه و آلای سفر کرد. اکسپدیسیون ایانوف مسئله پامیر را تکان داد. اکنون انگلیس ها با نوت‌های اعتراضی مراجعت نموده به پتربورگ فشار دیپلماتی آوردنی شدند. حکومت پادشاهی این اعتراض ها را رد کرد. اربابان دولت روس
در ماه اپریل سال 1892 برای مشورتی مخصوص جمع آمدند که کاملا به مسئله پامیر بخشیده شده بود. در این مشورت قرار کرده شد که به پامیر باز قوشون فرستاده آن را دائمی نگاه داشتن و به این وسیله حق قضاوت امپریای روسیه را به این ولایت کاملا استوار نمودن لازم است. در ماه ایون سال 1892 وقتی که گذرگاه‌های پربرف کوهی گشاده شدند، پالکوونیک ایونوف باز با همان راهی شناس ولی این بار با قوه زیادی به سوی پامیر حرکت کرد. در کنار دریای آقسو پاستی پامیر شهرکی حاضره مرغاب ساخته شد و در موضع شاجان 250 نفر کزک‌ها و عسکران برای گذرانیدن زمستان قرار گرفتند. در نزد انگلیا به طور قطعی مسئله گذاشته شد که قوشونها و ادارات نظامی افغان از ملک‌های تاجیکان پامیر غربی برآورده شوند. چون در بین روسیه و امپریای بریتانیا معاهده سالهای 1869 1873 وجود داشت که در اساس آن جریانگاهی بالا و میانه دریای امو سرحد دایره های نفوذ روس و انگلیس در آسیای میانه گردیده بود، لندن با چنین بهانه‌ای که ملک امارت بخارا درواز در دو کنار دریا واقع شده است، باز حل مسئله را تأخیر دادن خواست. در آخر دیپلمات‌های انگلیس مجبور شدند که شکست خود را در بحث پامیر اعتراف نمایند. در سال 1893 کاتب عاید به کارهای خارجی اداره مستملکه‌داری انگلیا و هندوستان مورتیمر دیورند با تشریف سیاسی به کابل آمد. او ناعلاج به عبدالرحمن خان پیشنهاد کرد که از دعوای شغنان، روشان و وخان دست کشد. امیر افغانستان نارضایتی زیادی نکرده این پیشنهاد را قبول نمود، زیرا ملک‌های خراب و قشاق کوهستانی دوردست برایش آنقدر اهمیت نداشتند. بر طبق شرطنامه انگلیا و روسیه، قسم شرقی وادی وخان که در بین ملک‌های روسیه و هندوستان وظیفه منطقه بی‌طرف را ادا می‌کرد، در قلمرو افغانستان ماند. علاوه بر این زمین‌های در کرانه چپ دریای پنج واقع گردیده دروازه بخارا نیز به اختیار افغانستان گذشت، ولی از کناره‌های راست دریا از ملک‌های وخان، شغنان و روشان قشون‌های افغان برآورده شدند. شرطنامه مذکور پس از مکاتبه علاوگی دیپلماتی به معاوضه ناتهایی بین سفیر روس در لندن و وزیر کارهای خارجی بریتانیا 27 فوریه 11 مارس سال 1894 به رسمیت درآمد. بهار سال 1895 کمیسیه مختلف انگلیس و روس سرحد آخرین قطعه سرزمین آسیای میانه را به طور انیق معین نمود. در ماه ینوری سال 1896 نیکلای دو خط سرحد امپریای روسیه را در پامیر تصدیق کرد. آسیای میانه کاملا به هیئت روسیه داخل گردید. قسمت مهمی خاک آن را کشور ترکستان، گنرال گوبرناتوری ترکستان تشکیل می کرد که پیش از این هم تابع امپریای روسیه بود. در برابر این ملک‌های یک اندازه مساحتاً کم گردیده امارت بخارا و خانیه خیوه که عملاً در تابعیت وسطی پترزبورگ واقع گردیده بودند، موجودیت خود را نگه می داشتند. حکومت پادشاهی در آسیای میانه به منفعت و احتیاجات اهالی محلی
اعتنا نکرده حدودهای اداره خود را مقرر نمود. پرینسیپ اتنوگرافی جا دادن خلقهای جداگانه به نظر گرفتن نشد. مثلا ترکمنها در ولایت ماورای کاسپی کشور ترکستان اینچنین در امارت بخارا و خانه خیوه میزیستند. ازبک ها در خاک ترکستان، بخارا و خیوه زندگی می کردند. تاجیکان هم از این قسمت گریز نیافتند. شمال تاجیکستان، خوجند، اوراتیپه، تومنهای کوهستانی کشور زرافشان و غیره به هیئت گنرال گوبرناتوری ترکستان داخل شده، عامه اساسی تاجیکان که در قسمت جنوب شرق آسیای میانه سکونت داشتند تحت استبداد امارت بخارا قرار گرفتند. حکومت پتربورگ امیر را به خدمتگار صادق خود تبدیل داده بسیار ملک‌های تاجیکان را که پیشتر نیم مستقل بودند و یا از قبیل قراتگین و درواز به قلمرو خان خوقند داخل می شدند به اختیار او واگذاشت. غیر از این حکومت پادشاهی کاری کرد که در نظر اول نامفهوم می نمود و ملک‌های روشان، شغنان و وخان پامیر غربی را صرف نظر از اعتراض و ناراضگی سخت اهالی محلی تحت قضاوت امیر بخارا قرار داد. با همین حکومت پادشاهی گویا می‌خواست قصور زمین‌های از دست رفته امیر یعنی دروازی پسی پنج را که به افغانستان داده شده بود برآورد. در اصل حکومت پادشاهی از چیزی محروم نمی‌گردید، زیرا نظارت عمومی این ناحیه همانا در ذمه افیسری حکومت پادشاهی سردار دسته نظامی پامیر مانده بود. به ضمن این حکومت پادشاهی از این کاری خود به دریافت فایده های بیشتری سیاسی امید می‌بست و در واقع به این وسیله وی از طعنه و ملامت های حریفان بریتانی که از وسعت ملک های آن در آسیای میانه گمان بر بودند به اندازه خود را خلاص نمود. این دوام و انکشاف همان عملیات به شمار می رفت که بارها از سنجش گذشته بود، ولی چنین سیاست برای خلقهای آسیای میانه فقط بدبختی های علاوگی آورد و بس. در تعیین حدود مأموری رعایت نشدن پرینسیپ های اتنوگرافیک عاقبت این قبیل عملیات مستملکه‌داری محسوب می یافت با انکشاف خودشناسی ملی خلقهای آسیای میانه و همچون ملت تشکل یافتن آنها مانع گردید. این به میل و خواهش ساتراپ‌های پادشاهی کاملا موافقت می کرد. چون این رفتار ضد خلقی و ارتجاعی نسبت به منفعت و احتیاجات اهالی محلی فقط در نتیجه غلبه ریولوسیون کبیر سوسیالیستی اکتبر در روسیه، ریولوسیون سوسیالیستی در ترکستان و ریولوسیون‌های خلقی در بخارا و خیوه از بین برده شد. پارتی کمونیستی و حکومت سوویتی در حل مسئله ملی سیاست لنینی را عملی نموده سال 1924 موافق آمار خلقهای آسیای میانه تقسیمات ملی دولتی را در این سرزمین انجام دادند. خلق تاجیک در دوره بررسی همراه شدن آسیای میانه. اهمیت پروگرسیوی و تاریخی بررسی همراه شدن آسیای میانه. در وقت همراه شدن بررسی در آسیای میانه مناسبت‌های پاتریارخالی فئودالی حکم فرمایی می‌کرد. دولت‌های آسیای میانه از تمام جهان متمدن قریب جدا بودند. از ترقیات بازماندن قوه‌های استیصال کننده سببگاری اساسی عقبمانی اقتصادی، سیاسی، مدنی و حربی آن گردیده بود. روسیه نظر به آسیای میانه مملکتی پیشقدم
و از جهت اقتصادی ترقی کرده به شمار می رفت که در آنجا مناسبت‌های کپیتالیستی الکی برقرار و حکمران گردیده بودند. توسط همراه شدن با روسیه، آسیای میانه به معامله مالی جهان کشیده شد. تدریجاً در این سرزمین کارخانه‌های صنعتی در نوبت اول کارخانه‌های پخت تازه‌کنی و روغنکشی به وجود آمدند. قسم زیادی کارگران این کارخانه‌های صنعتی را اهالی محلی تشکیل می‌دادند. ترقیات صناعت و از ملت‌های محلی پیدا شدن کارگران در حیات اقتصادی، اجتماعی و اقتصادی آسیای میانه قدمی بزرگی به پیش بود. در نتیجه همراه شدن با روسیه، حیات مدنی آسیای میانه روح گرفت. مثلا در تاشکند کتابخانه، تئاتر، موزه شاده شده، کاری مطبوعات رو به ترقی نهاد. اما نباید در اهمیت این کامیابی ها به مبالغه راه داد، زیرا عامه خلق از سبب سراسر بی‌سوادی از این مؤسسه های مدنی استفاده بردن نمی توانست. رواج مدنیت که با کمک اینتلیجنسی روس شروع گردیده بود، به فعالیت زیاییان محلی کمک رسانید و این زیاییان بعدتر در حرکت ریولوسیونی و پس از غلبه ریولوسی اکتبر در انقلاب مدنی آسیای میانه رول بزرگی بازیدند. همراه شدن آسیای میانه به روسیه ابجکتیوانه و تاریخاً اهمیت پروگرسیوی داشت. خلقهای آسیای میانه به این واسطه امکان یافتند که با مدنیت پیشقدم روس و مبارزه ریولوسیونی طبقه های دموکراتی و سپس پرولتاری آن آشنا شوند. آسیای میانه تومه ایمپریای بریتانیا نگردید که میخواست این قسمت آسیا را مستملکه خود سازد و یا آن را به یگان دولت خانی مستبده کلان ولی عقب مانده همراه نموده به این واسطه خلقهای این سرزمین را مثل بسیار خلقهای دیگر استثمار کند. اگر آسیای میانه به مستملکه انگلیا تبدیل می یافت، آنگاه خلقهای این کشور از پرولتاریت ریولوسیونی روس و پیشاهنگ مارکسیستی لینینی آن جدا می شدند. چنانچه که معلوم است، مارکس و انگلس در سالهای 60-80 دیگر در انگلیه وجود نداشتنی پیش آمد ریولوسیونی و در روسیه نزدیک رسیدن ریولوسیا را خاطر نشان کرده بودند. چنانچه انگلس در مکتوب خود به مارکس 6 اپریل سال 1863 می نویسد: در زمان حاضره از پرولتاریت انگلیس همه گونه قوه ریولوسیونی نیست شده و پرولتاریت انگلیس با حکمرانی بورژوازی تماما سازش کردن خود را اعلان نمود. شما گفتاری 110 را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجمقلوف خواند. کارگردان شیرالی نغزلی.